ستره نمازگزار. هنگام ایستادن برای نماز به سمت قبله ستره گذاشتن در سفر و اقامت و در نماز فرضی و نفلی در مسجد و غیر مسجد واجب است، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشان ثابت است که فرمودند یکی از شما اگر نماز میخواند باید به سوی ستره نماز بگذارد و خود را به آن نزدیک کند. و از وهب رضی الله عنه روایت است که گفت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در منی بر ما امامت کردند، چوب دستی کوتاهی را در پیش رویشان به زمین کوبیدند، سپس با ما 2 رکعت نماز ادا کردند و از عبور افراد میان خود و ستره‌اش جلوگیری کند، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم بدون ستره نماز مخوان و کسی را مگذار از پیش رویت عبور کند، اگر ابا ورزید با وی به قتال بپرداز. و همچنین آن حضرت صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر عبور کننده از پیش نمازگزار بداند که بر وی چه چیزی است، اگر 40 در بعضی روایت سال، ماه و روایت دیگر روز باشد بایستد، برایش بهتر است از اینکه از پیش نمازگزار عبور کند. ستره در نماز نه تنها برای جلوگیری عبور از پیش روی نمازگزار بوده، بلکه برای نمازگزار این فرصت را می‌دهد تا تفکرش را به ادای نماز ترکیز داده و از تشتت فکر در نماز جلوگیری کند. همچنین ستره گذاشتن در نماز از آنچه سبب انقطاع نماز می شود جلوگیری می کند، چنانچه در حدیث ابیذر رضی الله عنه آمده که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه یکی از شما برخاست تا نماز گذارد، اگر چیزی مانند زین و یا پالان در پیش رویش بود آن را ستره بگرداند، اگر چنین چیزی را در برابر خودش نیافت عبور الاغ، زن و سگ سیاه سبب انقطاع نمازش می شود. گفتم ای اباذر، در سگ سیاه از سگ سرخ و زرد چه تفاوتی دارد؟ فرمود ای برادرزادم، من از رسول الله صلی الله علیه و سلم همان طوری که پرسیدی سوال کردم. فرمود سگ سیاه شیطان است. و ستره گذاشتن برای امام و منفرد می باشد، اما برای مقتدی ستره امام کفایت می کند. از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت سوار بر الاغ ماده‌ای آمدم، در آن وقت به بلوغ رسیده بودم و رسول الله صلی الله علیه و سلم با مردم در منی نماز می خواندند. از پیش روی صف نمازگزاران عبور کردم، از الاغ پیاده شده آن را رها کردم تا بچرد و داخل صف شدم. کسی بر من این کار را ناپسند ندانست مگر اینکه عبور از عقب ستره باشد، و هرگاه ستره ای نباشد باید عبور دور از نمازگزار و از عقب موضع سجده وی باشد. ولی برخی از اهل علم مسجد الحرام را از این امر مستثنا می دانند و عبور از پیش روی نمازگزار را مجاز می دانند، نظر به عموم دلایل رفع حرج.